سلام خدمت دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خب، در خدمتتونیم با تحلیل دو تا نماد پرطرفدار، نماد طلا و یورو به USD. خب، اول اجازه بدید من از یورو شروع کنم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. ما توی چارت یورو قیمت الان در حال حاضر در حال رفتن به سمت بالا و یک اوردر بلاک بسیار مهم هست. شما میتونید با رسیدن قیمت به عدد 1.035 تا 1.03553 توی این بازه یک سلی رو داشته باشید با استاپ. حالا اگر من این روی 15 هم بذارم و استاپش هم بگم بهتر باشه. خب، اینجاها ورود کنید با این استاپ 38 1.038. با این استاپ میتونید وارد معامله سل بشید. این خطی که میبینید، این خط اوردر بلاکی که در حال شکسته شدن هست، از اینجا که شکسته بود میتونستید وارد معامله بای بشید. البته یکم پر ریسک بود ولی میتونستید این کار رو انجام بدید. در صورتی که قیمت برگرده سمت عدد 1.03 میتونید بایر باشید با استاپ زیر این ناحیه 1.028 بایر باشید تا در واقع کف این ناحیه به نظرم بهتر باشه. یعنی اگر از اینجا ما بای بزنیم چند پیپ میشه؟ حدوداً یک اسکلپی میشه تقریبا. آره باره یک رو بهمون خواهد داد. در صورتی که شکست این ناحیه از اینجا، یعنی هم ناحیه اوردر بلاکی بشکنه و هم خط روند، میتونید از همین شکسته با تایید شروط شکست وارد سل بشید به این هدف 1.020 میتونید از اینجا وارد بشید و یک لوحوش 100 پیپی رو بردارید. حالا استاپش هم کجا بذارید؟ استاپ هم میذاریم بالای همین ناحیه، یک تقریبا همینجا رو 1.032. حالا دوستانی که یکم کم ریسک هستن میتونن با شکست وارد نشن و منتظر پول بک به این خط رونده باشن، از اینجا وارد معامله سل بشن. هدفشون همونه. خب، این پایینم اوردر بلاکیمون کفش 1.017 هستش، 1.020 هم که گفتم سقفش هستش. خب، اینم گفتم سل کنیم چه اتفاقی میفته. حالا اگر برعکس این شکست اینجا اتفاق بیفته، یعنی بیاد این رو از بالا بشکن عدد 1.0355 رو، من بایرم به این هدف 1.042 تا سقف 1.043. اینجا هم بایر هستم با همین استاپ 1.033 بایر خواهم بود. به حالا هدف همین سقفی که هستش، از این سقف سلرم، یعنی یک سقف خیلی 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 خوبیه واسه اینکه شما سل بگیرید و فکر میکنم باید حداقل یه 50 پیپ، روز 80 پیپ میده. استاپ اینم میتونید روی اینجا میشه گذاشت، کم پایینه، همین بالا میذاریم 46. استاپ همینه میذاریم روی 46. خب، این مربوط به مبحث یورو بود که گفتم چی کارا باید بکنید. بازم اینم آپدیتش رو میذارم چون توی دایرکت تحلیل اینم خواسته بودید، گفتم که این رو هم تحلیل کنم. خب، و اما طلا. خب، توی طلا ما قبلا یه دونه 4 ساعته داشتیم، چارت 4 ساعته که میخواستیم از این رونده رو پیدا کنیم و وارد معامله بشیم. ببینید توی همین چارت اگر 4 ساعته رو میدیدید میبینید که چقدر خوب به اینا واکنش داده و اومدیم یک
در واقع چارتی رو رسم کردیم که بیشتر پایش 1 ساعته بود که طبق اون ما تحلیلمون تو 1 ساعته بود که ما روی 15 هم وارد معامله می شدیم. حالا شاید این ویدیو قبلی که توی کانال هستش راجع به همینه. من دیگه روی این در واقع کاری نکردم، همینجوری گذاشتم بمونه. اومدم یک چارت دیگه ای رو در واقع تحلیل دیگه ای رو انجام دادم. قیمت های اونم معتبره، هیچ مشکلی نداره، یعنی قیمت ها رو برید مقایسه کنید همونه، شاید یه 3-4 پیپ این ور اون ور باشه. خب توی این ما اومدیم یک اوردر بلاکی رو رسم کردیم که خیلی اوردر بلاک معتبری. اگر ببینید توی فرست تایم بک برخورد داشته، برگشته سکند تایم بک و در حال حاضر در این ناحیه قرار داره که من چون اینجا شروط شکست رو ندارم 2 تا 3 تا هم کندل اگر میخواستم صبر میکردم، میدیدم که نه، قدرت رفتن به بالا رو نداره. خب چون این شرط در واقع یکم بزرگ بکنم، یک لحظه. خب آره، البته من میتونستم با این، چون قبلش رو من حالا یه لحظه اشتباه گرفتم، اینجا میتونستم بایر باشم روی این عدد. خب با این استاپ، یعنی حدودا استاپش چقدر بود؟ استاپش یکم بلند بود، یعنی استاپ 160 پی پی داشت، با توجه به اینی هم که یک روند صعودی داشتیم و میدونیم که بعد از یک همچین روند قوی ما نیاز به استراحت داریم. من خودم اینجا ریسک نمی کردم وارد بای بشم. چرا؟ چون استاپی که میخوام بذارم اصولا باید زیر مثلا اینجاها باشه. خب چقدره از اینجا تا اینجا؟ حدود مثلا 280 پیپه، مثلا 250 پیپ، یعنی من باید 500 پیپ از این ور منتظر سود باشم که یک روند طولانی خواهد بود. چون آربارم نمیخوند، ریسک بری واردم نمیخوند، من اینو وارد نمیشدم. پس شرط ما صرف این نیست که وقتی که خب شکست میریم دیگه واسه خرید یا فروش، اینا رو هم باید در نظر بگیریم. خب بعد توی 15 بودیم. این ناحیه ها رو من براتون بگم که چی کاری رو انجام خواهید داد. ناحیه ای که کف مشخص کردم واسهتون، یک لحظه، هر موقع رسید به اینجا بلا شک وارد بای بشید. یعنی اینو بنویسید، از 25 36 تا 25 50 یک بازه 150 پی پیه. با رعایت حجم میتونید توی هر کدوم وارد بای بشید. 82 تا 95 این هم حدودا 130 پی پی. اینا یکم بازهاشون بزرگتره و به درد سوینگا میخوره که میبینی مثلا از همینو ما اگر در نظر بگیریم چقدر سود داده بهمون، یه چیزی هولوش 1300 پیپ. پس ما توی اینا سوینگ کاریم، یعنی منتظر خواهیم بود ببینیم مثلا چقدر چند روز طول کشیده همین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 روز طول کشیده. یعنی چقدر؟ یعنی 2 هفته کاری و یکی هم 2 روز هم از اون، یعنی حدوداً 3 هفته کاری طول کشیده همین یه دونه در واقع معامله. خب جای بعدی که ما میتونیم وارد معامله بای بشیم 58 تا 63. میتونید هر توی این بازه با استاپ 40 وارد معامله بشید. چقدر میشه تقریبا؟ استاپ یکم بلند شد و بزرگتره. استاپ میذاریم زیر همینه، آره همینجا. 58 با استاپ 53 وارد میشیم به هدف اینجاها. این تارگتمون اینه، 2703 تا 2711 2742 تا 2751. توی هر کدوم از اینا من سلرم به هدف پایین. حالا هر اتفاقی بیفته، هر چیزی که لازم باشه رو من آپدیت اگر لازم بود حتما آپدیت میکنم و ویدیوشو توی کانال قرار میدم. امیدوارم که از این ویدیوها استفاده کنید و هفته پرسودی رو پیش رو داشته باشید. با امید دیدار.